حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی علیه حکومت امامعلی رحمان به دادگاه بین المللی جنایی شکایت کرده است. مسئولان حزب روز 11 اپریل گفتند که این دعوا از 250 صفحه عبارت است و در 4 سال آماده شد. در تهیه و پیشنهاد آن 3 سازمان خارجی سهم گرفتند. محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محتوای شکایت یا دعوای خود را به دادگاه بین المللی جنایی شرح داد. اساسی ما یا دعوای اساسی ما بالای این است که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول سالهای 2011 تا 2024 این زمانی هست که شکایتی ما در بر میگیرد، هم جنایت‌های ضد بشریت صادر کرده است، هم کشتار، گروگانگیری، خش و تبار مخالفین، مصادره غیرقانونی اموال، حبس غیرقانونی و ده‌ها نمود جنایت‌های دیگر از شکنجه و تجاوز تا فشار معنوی و روانی. حکومت تاجیکستان هنوز واکنش نکرده است. بیش از 120 کشور عضو اساسنامه رمی دادگاه بین المللی هستند. از میان جمهوری‌های پساشوروی کشورهای بلتیک، گرجستان و تاجیکستان سند شامل شدند به عضویت دادگاه بین المللی جنایی را تصویب کردند.